اکنون در این درس ضرب و تقسیم کسر رو دیدیم بریم. در درس اول ضرب رو دیدیم بریم، بعد تقسیم رو. اول به خاطر بیاریم کسر رو چه ضرب میکردیم. مثلا اگر بگذار باشد از تقسیم به ضربی 3 تقسیم د باشد، صورت رو با صورت ضرب میکردیم، مخرج رو با مخرج. با ifade چه میشود؟ با ifade مثلا یک چند سال برویم. ما ساده کرده میتونیم اگر در صورت و مخرج ifade یخیل داشته باشیم یا عددهای یخیل داشته باشیم، اون رو ما اختصار کرده میتونیم پیش ضرب کردن. البته شما میتونید اول ضرب کنیم 21 ضرب a kvadrat تقسیم 14 ضرب a ضرب v. بعد اختصار کنیم. بعد چی میشود؟ 21 به 14 ما میدونیم چه اختصار کردن. با 7 اختصار کنیم این 3 میشود. با 7 اختصار کنیم 2 میشود. در صورت من 2 تا a دارم. a kvadrat 2 معنا دارد. در مخرج 1 تا 1 آنها اختصار میشود 1 میماند و در مخرج v میماند. در آخر چی میماند؟ 3a تقسیم 2 v یا اینکه v. یا اینکه شما یک باره میتونید اختصار کنید بعد ضرب کنید. مثلا در دویم ده برویم، مثلا پیش ضرب کردن یک باره اختصار کرده میدونم که من اینو یک جای میشوند. در بالا 4 تا x دارم، در پایین 3 تا x دارم، اونها اختصار میشوند. x کوب میرود، در اینجا x 4 3 تاش میرود و 1 میماند. در باره y کویم خیلی است، y کوادرات میرود، در پایین 1 دونه میماند و اینجا چی میشود؟ x تقسیم y میشود، یعنی یک باره در آخر ضرب کنیم آسان تر میشود. در اینجا هم نگاه کنید. پیش ضرب کردن بیان یک باره اختصار کنم، بعد ضرب میکنم. چی ها اختصار میشن؟ 11 و 22 اختصار میشن. اینجا 2 میماند، 7 میرود، 21 3 میماند. در اینجا مینوس یعنی ifade ما مینوس میشود. در اینجا a kvadrat دارم، در اینجا a درجه 4 2 تا a میرود، از اینجا 4 2 تا 2a از پایین میرود. در اینجا m kvadrat m 1 تا m میرود، از این کوادرات 1 تا میماند و در آخر کدام ifade باقی مونده همه ها رو می نویسیم و چقدر که میبینیم 3 هست، m هست و c kvadrat. c kvadrat یگان چی نشد، یعنی در سرعت 3 ضرب m c kvadrat می شود. در پایین چی باشد؟ 2 میماند و 2a kvadrat. ifade ساده شده. اکنون یک مثال کمتر مشکل تر رو بینیم. مشکل تر نه، بسیار ifade داره. در اینجا بیاین اختصار کنیم یک باره. در بالا 20 دارم، 4 5 داره، اینا اختصار میشوند. یک باره اختصار کنم 7 3 21 اینا هم اختصار شدن رفتن. و a ها رو بینیم. a در بالا 4 تا 3 تا 7 دونه است، در پایین 6 تا است، یعنی 7 6 یک باره خیلی نوشته میتونیم خیلی کسر. در بالا یک تا a داره، a رو یک باره کور کنم چون که بسیار ifade است. آمیخته کردن ممکن است. برای یک باره نویسیم x رو بینیم. در بالا x کوب دارم، 3 تا x دارم، x kvadrat دارم. بیاین من ifade رو نویسم برای فهموندن. x کوب دارم، x kvadrat یعنی 5 تا x دارم، در پایین 6 تا x دارم، یعنی اینا اختصار میشوند و یک تا در پایین میماند. x در پایین نویسیم میماند. x رو اختصار کردیم. اکنون چی کدام ifade موند؟ ifade v در پایین 7 دارم، در بالا 4 دارم و اینجا با 3 دارم، یعنی در بالا هم 7 دارم، در پایین هم 7 دارم و اینها اختصار میشن، یعنی چی باقی نمیماند و جواب آخری ما چی میشد؟ a تقسیم x میشود.